گرامی باد 26 بهمن روز کومله. اطلاعیه برگزاری مراسم روز کومله. به اطلاع می‌رسانیم که مراسم روز کومله در مقر مرکزی به دلیل شیوع اپیدمی کرونا به طور آنلاین از تلویزیون کومله و همزمان از شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. برنامه‌های این مراسم عبارت خواهند بود از پیام کمیته مرکزی کومله به این مناسبت از جانب رفیق ابراهیم علیزاده، پخش پیام‌های رسیده، اجرای سرود و برنامه هنری. زمان روز 26 بهمن برابر با 14 فوریه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران. کمیته برگزاری مراسم روز کومله.